با نام خدا و با عرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز، اخبار این ساعت ایران و سایر کشورهای جهان را به سمع و نظر شما میرسانیم. در پی پنچری اتوبوس حامل مسافرین تهران کرج که موجب تأخیر 15 دقیقه‌ای در رسیدن به مقصد و اتلاف وقت هموطنانمان شد، وزرای راه و شهرسازی، رفاه و تامین اجتماعی و وزیر صنعت و معدن و شهرسازی دست جمعی استعفا دادند. آنها در نامه‌ای ضمن پذیرفتن مسئولیت خود در این حادثه دلخراش، استعفای خود را پوزشی به ساحت ملت شریف ایران عنوان کردند. رئیس هیئت امنای بیمارستان‌های کشور در گفتگوی مطبوعاتی اعلام کرد در پی تصادفات رانندگی سال گذشته در جاده‌های کشور 48 نفر سلامت خود را بازیافتند. همکنون ایران بیشترین میزان سلامت را در تصادفات رانندگی در میان کشورهای جهان داراست. هیئت دولت پنجشنبه این هفته را روز هوای آلوده اعلام کرد و از شهروندان خواست تا با بیرون آوردن خودروهای شخصی خود نقشی در آلوده کردن هوا ایفا کنند. تهران پس از جزیره متروکه بوتی مرمره پاکترین هوای جهان را داراست. دانشمندان معتقدند این حجم از پاکی هوا و نرسیدن املاح طبیعی مانند سرب و گوگرد به ریه ها در دراز مدت موجب بیماری‌های صعب العلاج خواهد شد. اتومبیل پراید به تاریخ پیوست. شورای مشاهیر سازمان ملل متحد در آخرین نشست خودروی پراید را در کنار کوکاکولا و مرلین مونرو به عنوان نمادهای هزاره دوم انتخاب کرد.